سلام به همه همراهای عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه و امروز پر از خبرهای خوب و خوشحال کننده باشه. خب آماده بشین که بریم یه خبر خیلی باحال رو بشنویم، چون امروز قراره درباره یه موضوعی صحبت کنیم که مطمئناً خیلی ها منتظرش بودن. راستش نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی بذارید یکم با خودم و شما صحبت کنم و بعد کم کم بریم سراغ خبر داغمون. همه ما مهران مدیری رو میشناسیم، اون کسی که تقریبا همه با کاراش بزرگ شدیم. از برنامه‌های تلویزیونی که توش خندیدیم و با شخصیت‌هاش خاطره داریم، مثل شب‌های برره، مرد هزار چهره و دوره همین، تا فیلم‌هایی که حتی اگه بارها هم دیده باشیم باز هم وقتی دوباره نگاهشون می‌کنیم لبخند روی لبمون میاد. بعضیا یادشونه که مدیری توی تئاتر و چند پروژه موسیقی هم فعالیت داشته و واقعا کسیه که همیشه دنبال تجربه‌های تازه بوده. خب همه اینا رو گفتم تا برسیم به این که چرا خبر امروز انقدر جذابه. مهران مدیری قراره با یک سریال جدید برگرده و اسمش هم مرد 3000 چهره است. خبرش تازه است و قرار نوروز 1405 تلویزیون پخش بشه. حالا بذارید یک کم با هم فکر کنیم. ما همه با سریال های قبلی مدیری خاطره داریم. مرد هزار چهره که اگه یادتون باشه چقدر باهاش خندیم و بعضی از صحنه‌هاش هنوز یادمونه که چقدر باهوش و طنز بود. حالا مدیری قراره یه نسخه جدید بسازه، ولی این بار یه چیز خیلی باحال اضافه شده. خودش قراره نقش پدر خودش رو بازی کنه. یعنی یه جورایی داریم یه سریالی میبینیم که هم طنزه هم حس واقعی زندگی مدیری توش هست و خب خودتون تصور کنید چقدر میتونه جذاب باشه. تازه تیم نویسندگی و بازیگری هم خیلی جالبه، ترکیبی از بازیگرای شناخته شده و تازه وارد هستن و این یعنی هم تجربه هست هم یه حس تازگی و هیجان تو سریال اضافه شده. نویسنده هم افرادی هستن که قبلا با مدیری همکاری داشتن و میدونن چطوری طنز و داستان جذاب بسازن. یعنی وقتی شما سریال رو نگاه میکنید نه تنها خنده‌دار و سرگرم کننده است، بلکه یه حس واقعیت رو هم داره و با خودتون هم میتونید ارتباط برقرار کنید. حالا بذارید یکم درباره داستان و سبک سریال حرف بزنیم. راستش هنوز همه جزئیاتش مشخص نیست، ولی اون چیزی که میدونیم اینه که داستان حول زندگی و مشکلات روزمره مردم میچرخه، ولی با سبک خاص طنز مدیری. شخصیت ها هم مثل همیشه چند بعدی هستن، یعنی یک کاراکتر فقط یه جور آدم نیست، هم خنده‌دار و با نمکه، هم بعضی وقتا جدی و احساسی. این تنوع باعث میشه شما هر صحنه رو نگاه کنید و همیشه دنبال کشف چیز جدیدی باشید. یک نکته خیلی جالب دیگه هم اینه که بعضی از شخصیت ها برگرفته از آدم های واقعی زندگی مدیری هستن. یعنی وقتی سریال رو نگاه میکنید حس میکنید یک چیز واقعی و نزدیک به زندگی روزمره مردم داره و این خودش یه حس عجیب و دوست داشتنی بهتون میده. حتی بعضی موقعیت‌های طنز هم ممکنه از خاطرات واقعی مدیری الهام گرفته شده باشه و این باعث میشه شما وقتی میبینید هم بخندید هم یه حس صمیمیت و نزدیکی با داستان داشته باشید. راستش یکی از چیزایی که همیشه طرفدارای مدیری عاشقشن پشت صحنه کاراشه. مدیری وقتی پشت صحنه با تیمش کار میکنه یه حس صمیمیت واقعی وجود داره. بازیگرا گاهی با هم شوخی میکنن، مدیری خودش یه چیزی میگه که همه رو میخندونه و حتی بعضی وقتا مجبور میشن یک صحنه رو چندین بار تکرار کنن. این حس صمیمیت وقتی به مخاطب منتقل میشه باعث میشه حس کنین که سریال با عشق ساخته شده و نه فقط یک پروژه تلویزیونی ساده. حالا بیاین یکم درباره طنز مدیری حرف بزنیم. ببینید خیلی ها فکر میکنن طنز یعنی فقط خنده‌دار باشه، ولی مدیری فرق داره. طنز مدیری چند لایه است. یعنی یه صحنه ممکنه شما رو بخندونه ولی همزمان یه نکته اجتماعی، خانوادگی یا حتی اخلاقی به شما منتقل کنه. این سبک باعث میشه شما هر بار که سریال رو نگاه میکنید یک چیز جدید کشف کنید و هیچ وقت خسته نشین. مثلا یه موقعیت خیلی خنده‌دار توی سریال هست ولی همزمان یه نکته احساسی یا حتی غمگین هم داره که شما رو تحت تاثیر قرار میده.
خب حالا یکم پیش بینی میکنیم درباره سریال. با توجه به سابقه مدیری انتظار میره سریال تو هفته‌های اول پخشش خیلی محبوب بشه. حضور نقش پدر و اشاره به زندگی واقعی مدیری باعث میشه مردم حس عاطفی و شخصی داشته باشن و طنز مدیری هم که همیشه یک چیز متفاوت و خاصه باعث میشه سریال حسابی خبرساز و پرمخاطب بشه. فکر کنید یک سریال که هم شما رو میخندونه، هم داستانش جذابه، هم حس واقعی و خانوادگی داره، چه تجربه باحالی بشه. یکی دیگه از جذابیت‌های سریال موسیقی و طراحی‌های صحنه است. مدیری همیشه به موسیقی اهمیت میده و تو این سریال هم گفته شده که موسیقی خیلی خوب و جذاب خواهد بود. طراحی صحنه و لوکیشن ها هم قراره خیلی متفاوت باشه. یعنی شما وقتی سریال رو نگاه میکنید هر صحنه یه حس تازه بهتون میده و تماشای سریال هیجان انگیزتر میشه. خب یکی از چیزهایی که همیشه طرفدارای مدیری دوست دارن بدونن تعاملش با بازیگراست. مدیری وقتی با تیمش کار میکنه هم حرفه‌ایه هم صمیمی. یعنی پشت صحنه حس میکنید همه مثل یک خانواده هستن و این حس تو خود سریال هم منتقل میشه. بازیگرا گاهی با هم شوخی میکنن، گاهی خود مدیری همه رو میخندونه و انرژی صحنه عالی میشه. این چیزا باعث میشه شما وقتی سریال رو نگاه میکنید حس کنید یک چیز واقعی و با عشق در حال تماشا کردن هستید. یک نکته دیگه که باعث جذابیت سریال میشه اینه که مدیری همیشه سعی کرده شخصیتاش واقعی و نزدیک به مردم باشن. یعنی شما وقتی نگاه میکنید حس میکنید دارید یک چیزی که تو زندگی واقعی هم اتفاق میفته میبینید. این باعث میشه سریال هم خنده‌دار باشه، هم حس عاطفی داشته باشه و شما رو با خودش همراه کنه. راستش یه چیز خیلی جالب دیگه درباره سریال اینه که مدیری قراره با تیمش صحنه‌های خیلی متنوع بسازه. یعنی صحنه‌های خنده‌دار و فان هستن، هم صحنه‌های احساسی و خانوادگی، هم بعضی از موقعیت‌ها که شما رو به فکر فرو میبره. این تنوع باعث میشه سریال خیلی جذاب و دیدنی باشه و شما هیچ وقت ازش خسته نشین. و خب یه نکته دیگه که خیلی باحاله حدس و گمان‌هایی هست که ما میتوانیم درباره خود داستان داشته باشیم. مثلا ممکنه یه شخصیت خیلی بانمک باشه که همه رو بخندونه ولی یه صحنه احساسی هم داشته باشه که شما رو تحت تاثیر قرار بده. یا ممکنه مدیری شخصیت جدید اضافه کنه که یه چیز کاملا تازه و هیجان انگیز باشه. این حدس و گمان‌ها خودش باعث میشه سریال قبل از پخش هم خبرساز بشه. راستش اگه بخوایم یکم دقیق‌تر نگاه کنیم مدیری همیشه سعی کرده با کاراش یه حس صمیمیت و نزدیکی به مخاطب بده. حتی وقتی یه جوک ساده هم هست پشتش فکر و برنامه‌ریزی زیادی هست تا بهترین حالت ممکن رو ارائه بده. این یعنی شما وقتی سریال رو نگاه میکنید حس میکنید همه چیز با عشق و دقت ساخته شده. حالا تصور کنید وقتی سریال پخش شد ما میتونیم درباره صحنه‌ها و شخصیت‌ها بحث کنیم، حدس بزنیم چه اتفاقی میافته. حتی بعضی از صحنه‌ها ممکنه ما رو یاد خاطرات گذشته بندازه یا حس صمیمیتی به ما بده که هیچ سریال دیگه‌ای نمیتونه ایجاد کنه. خب بچه‌ها فکر کنم تا اینجا تونستیم یه تصویر کامل از سریال و پروژه جدید مدیری بسازیم. این سریال ترکیبی از داستان، احساس و تجربه واقعی زندگی مدیریه و مطمئنم که وقتی پخش بشه همه عاشقش میشن. پس شما هم منتظر باشین. حالا اگه میخواید خبرهای داغ مربوط به سریال مرد هزار چهره و خود مدیری رو از دست ندین کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله اعلان‌ها رو فعال کنین تا هیچ خبر جدیدی از سریال و مدیری از دستتون نره. تا خبر دیگه خدا نگهدار.